صد نقشه درست آمد کسی را نظری نیست، چون رفته خطای همه را چشم بران است. السلام علیکم دوستانی عزیز، امیدوارم انشاءالله که شما خوب هستید و همیشه خوب بمونید. یک برادری قدردان دارم، یک برادری هست که باور کنید در حقیقت خصلت‌های خوب انسانی در همو دیده می شود. در دایره قرض گام میزنم. موضوع امروز ما در دایره قرض است برادرها. همین برادر راستی از پیش دیدمش کمتر عصبهایش خراب بود. بعد بسیاری بعد پرسیدم، گفتم چی مسئله است؟ یگان مشکلات باشه، یگان گپ باشه؟ میگه چون تو رفیق داشتم 100 بار دستش رو گرفتم، منت نیست. خب یا 6 ماه پیش گفت قرضش دادم، 1 ماه. در حقیقت همین روز با مشکلات مالیوی روبرو هستم. مبلغ قرضی دادایم گفت از 10,000 سومانی بالا است. حالا اونو که دگواری ما 1 ماه رو در بر میگرفت، ولی متاسف امروز در بیمارخانه بود. من بیمارخانه خبرگیریش رفتم و در همون بیمارخانه همین گپ رو نقل کرد. گفت خودم ایزا میکشم از رفتاری کردگیم. همون نفری رو که گفت قرض دادم، نه بلکه این 1 نفر، گفت چندین نفر رو خب قرض دادگی هستم. زنگش زدم، گفتم برادر عزیز همین خیلی مشکلات هست، امکانیتت باشد همه مبلغ رو نیو همون امکان بودگیش رو اقلا 2,000 3,000 4,000 برگردان. گفت دیگرهاش هم در نوبت این گفت زنگ زدم. گفت گم نیست متاسف، گفت گم نیست بر میگردانم. راستی گفت 1 روز پس 4,000 سومانی همراه دادرش گرفته ما را راهی کرد. ما همون پول رو گرفتم که خراجات روزگار گفت در بیمارخانه سنوسون گفت ما همجا خراجات کردم و از بین 6 روز میگذره. گفت تا حال 1 مرتبه همون برادر مرا زنگ نزده است بپرسد که تو چی حال داری، در بیمارخانه با تو چی شده است. من هم گفتم به خاطر اونه که بپرسم که تنجی باشد، سلامتیش خوب باشد. با همین برادر زنگ زدم. یگان 6 مرتبه زنگ زدم، تلفنش را نبرداشت. بعد در واتساپش SMS نوشتم برادر عزیز خوب هستی، تنج هستی، سلامتیت خوب است؟ در حال بعد از یگان نیم ساعت واتساپم را گفت خبر گرفتم و واتساپ رو خبر گرفتم، دیدم که SMS از همین برادر اومده است. با خوندم، گفت حالا پول ندارم، حالا پول ندارم. گفت من میفهمم شاید همین در مشکلات قرار داشته باشد. گفتم نویسمش که گپ نیست، من تو درباره پول پرسیدنی نبودم، میخواستم تنها درک یابم که خوب هستی، سلامتیت خوب است. و یادداشت کرد که پیش از اونی که مثلا در دایره پول همراهش گم نزدم، هر روز قریب 1 مرتبه 2 مرتبه گم میزدیم، در واتساپ لااقل می نوشتیم. باز از اون طرف گفت SMS نوشت که من فهمیدم که کی هست. من گفت دیلم دور رفت، خواستم بدونم که چی گپ باشد، یا یگان جا یگان خطاگی گفته باشم که یگان برادر دیگه برده همین خطاگی ندرست در همو رسونده باشد. دلم دور رفت. گفت پرسیدم، بعد توقع نکردم. گفت بود تکرارا باز زنگ زدم، تلفن نبرداشت. بعد نویس که در همین جا نویس، نمیخوام آواز رو شنوم. گفت در حقیقت حیران شدم که من یگان جا یگان چی گفته باشم. همه چیزا گفت پیش نظر آوردم، چیزی نبود. بعد از اون باز تکرارا به همین برادر زنگ زدم، تلفن باز نگرفت. خیلی SMS نوشتم که چی فهمیدی؟ چی فهمیدی؟ میگفت که در جواب گفت که تو از من پول پرسیدی.
دیگه کنه یا زمانه شده است که قرض خودت رو پرسیدن و قرض خودت رو گرفتن از اونه که با یک کس قرض میتی دشوارتر شده است. گفت خیلی دیگر عصبهام خراب شد. بعد من SMS از این طرف نوشتم هر یک چیز رو وقت اثبات میکند که کی است. یعنی اون شعری که در ابتدا برایتون گفتم هست در حقیقت در جامعه نفرهایی که 100 مرتبه دستشون میگیری یک مرتبه امکان نشد دستشون نگیری همین در نظرشون میتواد تا به این درجه نیکی هایی که برایشون کردگی بودید فراموش میگردد. پس خودتون قیاس کنید که یگان وقت نیکی به نیکی انجام نیافته است بعضا نفرها میگن، بعضا نفرهای دیگر میگن که نیکی به نیکی انجام مییابد، بعضا نفرهای دیگر میگن که باری کج به منزل نمیرسد، با بعضا نفرهای دیگر هم میگن که باری کج به منزل رسیده از منزل ها نیز گذشته رفت. بعضا نفرها میگن که سری خمر و شمشیر نمیبرد، بعضا نفرها میگن که سری خمر رو امروز شمشیر پیش از همه میبرد، بعضا نفرها میگن که سنگ وزنین رو آب نمیبرد، بعضا نفرها میگن که دیدیم که آب سنگ وزنین رو گرفته خیلی با مسافه های دور رفت. یعنی چی گفتم میخواهم در یادتون گیرین 1000 مرتبه نیکی سازین. نفری که کورنمک باشد قدر نمک رو نداند به خاطر یک خطاگی، شاید خطاگی هم نباشد در نظر دیگرها خطاگی باشد، همین نیکی های کرده اتون رو فراموش می سازند. هستند نفرهایی که در حقیقت با یک نیکی اتون 100 نیکی کرده بار میگردونن. لیکن باز هستند نفرهایی که یک خوبی اتون نرسید همه نیکی اتون فراموش میسازند. از این خاطر در فکر خود و در فکر چگونه زندگی کردن یا چگونه انتخاب کردن دوستان رو داشته باشید. رنگ روی مرد و نامردان یکی است، سالها باید بگردی تا بدانی مرد کیست. خداحافظ.